درود دوستان، به ویدیو جدید خوش اومدید. پک اوپنینگ F336 داریم. لایک و ساب فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. خب دوستان، بنده یادم آمد که چند تا پیک داشتم و چون ساعت 8:30 تیم چهارم ایونت فوتیس تازه اومده، هر چیزی ممکنه بده، حتی از آشغال ترین پکا، چون پک لاک خیلی بالاست معمولا وقتی تیم جدید میاد. بریم از یکی از 488 شروع کنیم. پیکو میزنیم. نام خدا. دومین پیک آشغال. اولی که گلد. اینجای بازی گلد واقعا و متاسفانه این دایر ما رو ول نمیکنه. دوباره زدیم میشه. ساینا به درد اسپیسی میخورن، واقعا گیم پلی ندارن. هم ریویلر میکنیم ببینیم چی بهمون میده که متاسفانه خوب شد برنداشیم آقای کنه رو که اینجا دوباره بهمون دادش. نمیدونم، متاسفانه پیکلاک من همیشه خوب نبوده اول تیمای جدیدی که میان. نمیدونم این بارم امیدوارم بودم خوب باشه چون دیگه ته بازی بود، ولی متاسفانه باز هم خوب نبود. بریم سراغ پک‌های خفنی که سیف کردم با امیدوارم که چیزای خفنی بهمون بده. اگر یاری کنه نت ما رو، خب اول از همه میریم با 685 شروع میکنیم. به نام خدا چرت و پرت میده. فقط بازیکنهای گل رو شما نگاه کنید. از 6 تا 85 که چیزی نصیبمون نشد. بریم سراغ پک بعدی. پک 10 تا 86. تیزه RM آلمان. خب آیه لروی سانه پشتش یه فرانکفورت هستش. امیدوارم که بازیکن خوبی بده. استرس هم جا گرفته. این خانم کی میتونه باشه؟ یه بازیکن چرت و پرت. متاسفانه ایده‌ای واقعا صفر کرده و نگاه پر از بازیکن گل 10-86 اینقدر گل واقعا چیز خیلی عجیب و نادریه. یا من خیلی پکلاکم پایینه یا واقعا خیلی یه سفت کرده، واقعا به هیچکی ندراه نید. حالا پک 387 یه بازشه پک ممنون میشیم. فوتیزه دوباره. CM هلند به مثلا میگم فرانکی دیون که میگم برای عربستان، لیگ عربستان که واینالدومه که متاسفانه دوباره بازیکن چه اسکیپ میکنیم. این یکیه که در آقای باتلند یه زمان اسمش معروف شده بود. چرت و پرت فوتیز میده، ولی خب فوتیز آشغال. 485 590 میخوام آخر بزنم چون احساس کنم شاید چیز خوبی بده. واو. دوباره فوتیز استی آرژانتین خولیان آلوارز. بله منچستر یونایتد کی میتونه باشه؟ یه بازیکن خوبیه. منچستر یونایتد فکر کنم یادم نمیاد چون ندیدم بازیکنانو. لنیره. بله لنیره. چند 98 اصلا اگه باورتون نمیشه که این اولین 98 منه دارم میزنم بعد 4 تیمی که تو فوتیز اومده. قیمت هم شده کنم که واقعا خب 98 بود دریوری هم هست، ولی خب 98 اصلا ناشکری نمی کنم. بعضی هم همین رو نمیزنم. خوب بود تا الان که خوب بود، خدا رو شکر. یه 98 واقعا راضی هم. CD اون حداقل جمع شد.
تکتیبی نداشتم. 5 اول پکی که بهش خیلی امیدوار بودم و نگاه کنید چه پکه اصلا فوتیز هم نمیده سر پک. پشتش آیکون توتی روز کانده هستش، آقای کونده هستش. پشتش هم خانم مورگان هستش. چه بازیکنی بود خانم مورگان. متاسفانه ما تو ایونت توتی نبودیم. خیلی شرمسارم که واقعا تو ایونت توتی نبودم. بهترین ایونت بازی واقعا. مثلا ایونت توتی امسال استیپ عجیب غریب خفن بود و خانم مورگان خیلی کارت باگیه واقعا. خب دوستان رفتم براتون 2 از این پیکای خفن بستم. اولیش اوپامکانو پای ثابت همه پیکای من. آنسوفاتی اینا چیه؟ همشیک هم اشغاله باباست. نگاه کن چه بازیکنایی واقعا داری میدی. چیزی شد ضرر نیست بستن این پکو پیکا. برایم دیاز اون زمان ایونتش اگر به هم میداد واقعا خوب بود. گومز حداقل بد نیست. 40 کی 50 کی حداقل و بقیه هم که دریوری خالص. همین گومز رو برداریم. خب دوستان دیگه شل کردم و رفتم خبری که میگو بستم. یه پیک هنوز مونده بود از اون یکی از 4.50 که اولیشو میزنیم خانم سامسون. بد نیست که این پلی داره ولی خب به درد من نمیخوره. کارت وندون آقای وندون رو داد. کارت فنابلش واقعا کارت باگیه ولی خب من تیم آفتریگش رو دارم خیلی بهتر و گولیت گنگتر از اینه. و کارت آقای خولیان آلوارز استار پرفورمنس آقای خولیان آلوارز که 500-600 کی بود من تا دیروز داشتم میدیدم و واقعا هم کارت باگ و خفنیه. آرژانتین عالی بازی کرد. واقعا آلوارز رو خیلی دوستش دارم. واقعا هم اعتماد با اولوشن میتونم فیکس تیمم بکنمش. ممنون یه دقیقه کارت خوب دادی. اوپامکانو دوباره واقعا ولمون نمیکنه. آخرش بتونه خوب باشه که دوباره استار پرفورمنس آقای پپه 90 کی بود من دیدم امروز صبح. یعنی بیکار که نیستیم ولی خب بعد وقتا میایم اینجا قیمت کارتا رو نگاه میکنیم. بیایم یکی از تیم سه رو بستم. شاید یه وقت خوب بده که آشغال بیشتر بود. این پیک هیچ وقت من خوب نه دوستان. همینجوری بستمش. امیدوارم که بیاد و لج منو در بیاره و ایست خوب بده. کاسیاس که پای ثابت همه پیکای منه و لطفاً آخریش و فوتیز هیرو گیلبرتو سیلوا بد نیست. حداقل 110-20 که میتونه آربی خوبی باشه. سی دی ام که فکر نکنم ولی خب آربی خوبی میتونه باشه. قیمتش هم دارید مشاهده میکنید. بریم سراغ بقیه پکا. از پیک خولیان آلوارز نمیتونم بگم چیزی نرسید. واقعا خولیان آلوارز خیلی کارت خوبیه و من واقعا ازش راضیم. 2 تا پک 7.87 بستم. بریم که ببینیم چی میده. زدم اولیشو که اینجای بازی 7.87. دوستان من واقعا پیشنهاد میدم که نبندید. نگاه کنید خودتون. یا خدا اصلا نبندید. حالا هر کی پکلکش بالاست که ببنده ولی خب به من که دارید میبینید واقعا افتضاح داره میده. دومین 7.87 و دوباره همون کارت توتس هایلایت دوباره داد یا حداقل ایونت زیاد داد. میگم 50-50 واقعا زیاد شاید واقعا به درد نخوره. 7.87. حالا بریم سراغ بهترین پکی که داشتم. مثبت 94 بیوتاف گیمز و فوتیز تیم 1 و تیم 2 که
آپدیت توی تیم ها اضافه شده. پیکش که گیلبرتو سیلوا رسید و پکش هم که متاسفانه مثل همیشه آقای کمپس اگه ولمون میکنه اصلا یه کارت همه جایی باشه. شما اگه اسپیسی رو منو یه روز ببینید واقعا من 5 بار 6 بار این کمپس رو زدم و خب دوستان برای آخر کار رفتم یه بار دیگه از این پک بستم. امیدوارم چیز خوبی بده. مثبت نظر گریتاتو گیمز فوتزه تیم یک و تیم 2 که گریتاتو گیمز ویدیو جیکه به اصلا هرچی باشه در سگ. امیدوارم دوستان از ویدیو لذت برده باشید و از ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و ساب فراموش نشه. حتما ویدیو رو لایک کنید، به حمایتتون نیاز دارم. ویدیو خفن تری می‌سازم. تا ویدیو بعدی بدرود.